داریم میریم الان که این جلوتره الان شده تاکسی سرویس یا بود خرابش کرد اینجا بود؟ الان شده مرکز بهداشت درمانی شماره 7 اینجا سینما بود الان شده بود درمانی هم پمپ بنزین معروف به عامر پمپ بنزین دروازه است که معروف این هم قدمت تاریخی داره این گاراژ میهنه این هم از قدیمی ترین گاراژ ها اهواز بود یعنی که میرفتم برای هفکل و مسجد رسول رو این هم مسجد جعفری هست مسجد جعفری سمت راست هم میره خورمپوش هنرستان مسجد قسمت سمت چپ هم که سکه قطار بود الان ریلاش جمع کردن بوده جاده که همش سکه بود ریل قطار بود سکه اینو نگاه کن واقعا وحشی هم فکر رالیه اینجا کردم فیلم برداری می‌کنید تمام ریل قطار اینجا چیز بود حفاظ داشت الان داریم منطقه خطر اینجا هم که نه پلیس هم قشنگه آهنگه درختار علفا دارم خب برای دیگه با اون صورت دیگه هم ماشین بذاری زور ماشینه نکن اینجا رالیه چند لوله زده دوری ماشین بل کردیم چه مادر بی سحر من پاساژ حاج خلف توفه حضرت عباس بود مال اینو آلری کجاست چی میگه یابو؟ قشنگ منطقه آمریه داریم این میکنیم که برسیم به منطقه پولسیا با علیه به مرزیار حوازی این هم پل گفتگوی تمدن ها این خاطری اومده منطقه آمریه به رسیدی یک پل یک کانتاک رسید سمتون هم مغازه تشمیشی بسید هم پولسیا معروفه اینه که زمان قدیم بوده این خیابون هم که میره طرف علی ابن مرزیار مستقیم میخوایم بریم ها؟ آره؟ پشت درای بسته رو اولش گرفته
چه؟ رفتی که بیای خونه یه دل بی تا خراب مستقیم 30 متری ما وارد 30 متری شد مرکز شهر میزنه باز با رفتن تو خونه یه دل کاش خراب یه تمام موقع پیاده‌رو که کارمزد بود تمام خراب کردن برداشت یه کارمزد میشه رانندگی 20 میبینی الان هی اومد عقب عقب رفت اینجا خیلی جدا شدم الان داریم سمت شهر تو فرنگ خیابون کنج میدون ناله ها مرسیه تنها شدم دور بارون میزنه شهر فرنگ دور بارون میزنه فیلم سیزن تمامی نم نم و آروم یه نافون میزنه براو یا کورش کجا برم؟ یه جاست تو ماشین بشین ما بریم بگردیم یه جا بگیم اسم 25 شما من مونده خیابون کورشه یا این طالقانیه طالقانیه کورش کورش طالقانی کجا بود تاریخ درست کرد اون به طرف حسینی اعظم زینبیه و بازار فلافلوشا و سنتی حال میکنه پارکومنت چه دیگه فعلا که یه پارکومنت دیگری کار